خب رفقایی که این اخطار واتساپ جی بی رو گرفتن، بریم با هم حلش بکنیم. بعد از اینکه این اخطار رو گرفتید، باید بزنید واتساپ اصلی رو دانلود بکنید. با همین نوتیفیکیشنی که اومده میتونید دانلودش بکنید. بعد از نصب نسخه اصلی واتساپ، با همون شماره که قبلا واتساپ جی بی داشتید، واتساپ اصلی رو ثبت نام میکنید و اکانتتون بالا میاد. اینجا موقع ثبت نام حتما روی ریستور بزنید تا اطلاعاتتون بازیابی بشه. بعد از اینکه بدون مشکل تمام اطلاعاتتون توی واتساپ اصلی بالا اومد، میریم سراغ واتساپ جی بی. واتساپ جی بی رو نصب شده توی گوشی آماده میکنیم، ولی دیگه نباید شماره‌ای که باش قبلا داشتید و توی واتساپ اصلی آوردینش بالا رو وارد بکنید. اینجا روی گزینه 3 نقطه بالا میزنیم، دیگه اینجا شماره موقع ثبت نام واتساپ جی بی نمیزنیم. روی 3 نقطه بالا میزنیم، گزینه لینک دیوایس میزنیم یا همون پیوند دادن دستگاه و بعد از اینجا این بارکدی که اومد رو ازش عکس میگیرید با یه گوشی دیگه و بعد از این کار که عکس رو آماده کردیم، مجدد میریم توی واتساپ اصلی. دوباره توی واتساپ اصلی 3 نقطه بالا رو میزنید و باز هم همین گزینه لینک دیوایس رو میزنیم و این بارکد رو اسکن میکنیم. بعد از اینکه این بارکد اسکن بشه، تمام اطلاعات واتساپ اصلی که آورده بودینش بالا میاد روی واتساپ